سلام به یه ویدیوی دیگه با من خوش اومدید. بعد از پروسه اسباب کشی این اولین باریه که از خونه میام بیرون و میخوام برم بازار محلی این منطقه رو ببینم. شما هم بیاین بریم با هم بازار. خب بازار رو پیدا کردم. نسبت به شیشلی چقدر باحال‌تره، یعنی یه جای مخصوص به خودشو داره. توی شیشلی خیابونا رو میبستن که دیگه هیچ ماشینی رفت آمد نکنه و اینجا نه، اینجا قشنگ یه جای مخصوص به خودشو داره. اینجا با هم دیگه بریم ببینیم چی داره بازار. اینو خریدم برای پرده آشپزخونه با یه دونه صورتی، به نظرم چیز قشنگی در میاد. حالا برم بدوزم ببینم چی میشه. تنها خریدم از بازار همین شد. برم خونه ببینم باهاش چی کار میتونم بکنم. بعد هوا یه سوز سرد بدا. خوب شد کلاهمو با خودم آورده بودم. بعد یه چیزی که تو این منطقه برام خیلی جالبه اینه که اکثر زنا محجبن، به خاطر اینکه این منطقه‌ای که ما اومدیم تقریبا یه منطقه سنتیه و مثلا خیلی کم مهاجر بین خودشون میپذیرن. ما هم دیگه خیلی شانس آوردیم که تونستیم خونه اجاره بکنیم. مثلا همونطور که میبینید اکثر، یعنی همه زنا تقریبا محجبن. من تابستون چجوری اینجا بگردم نمیدونم، چون من تابستون کلا هر چی دارم فقط پیرن کوتاهه. آره داشتم میگفتم ما به سختی تونستیم توی منطقه خونه اجاره بکنیم و دیگه کلی مثلا خودمونو براشون توضیح دادیم و اینکه چند ساله اینجاییم و بعد من اجاره نامه قبلیمون رو نشون دادم و تمام رسیدای اجاره‌ای که پرداخت کرده بودم و نگه داشته بودم نشون دادم که مثلا ببینید ما یه روزم اجارهمون دیر نشده و از این صحبت ها، که تونستیم خونه اجاره بکنیم. منطقهش خوبه. شیشلی انقدر که دیگه مهاجر زیاد شده بود دیگه واقعا منطقه خوبی نبود. هم حالا ایرانیا که خیلی اومده بودن دیگه، روس، عربا، خیلی منطقه شلوغ شده بود. بریم با این فروشگاه‌ام ببینیم. Bunlar sürekli geliyor mu? Yoksa? Bunlar en sık tahminlesi yeni modeller. Bu ne? Bu nasıl? Kaç tane eke? O 6 bardak 6 şey. چقدر اینا خوبه. از اینا واسه خونه میخوام. اینا
اینا چقدر خوبن. ستاییش داره میگه که شماره 609 بزرگتر 109 وسطی 89 اولی کوچیکم 60 که همون 70 لیره. خیلی کوچولوهاش هم داره. اینا 20 لیره. ناخونای منو فقط ثمره اسباب کشی. اینا هم که 350 لیره. اینجا صابونی زیر صابونی 30 لیر. یه دونه باید بخرم ولی این خیلی بزرگه و اینکه آبو تو خودش نگه داره. امروز چرا من دست به هرچی میزنم کنده میشه. پردون که چه بگیم؟ اینا 20 لیره برای موقع آشپزی. جنسش خوب نیست. اینا این دره سیلیکونیه برای روی ظرف، برای اینکه مثلا بذاری توی یخچال و اینا. 70 لیره. 6 تاییش 70 لیره. سایز بندی هم داره. Bu ne? Bu granit. اینا چقدر خوبن. Bu takımdır. Balık tavuk. 40 لیره. ولی جنسش Yine bu bambu. همیشه یادتونه میگفتن جنس ترک جنس ترک. من از وقتی که اومدم ترکیه فهمیدم که اصلا ترک جنس نداره. اصلا خوب نیست جنسش. از اینا چقدر خوبه. 100 لیره. از اینا واسه توی سینک 100 لیره. حالا بریم این مغازه بغلی ژاپن بازاریه ببینیم اونجا چی داره. اونجا چی پیدا میکنیم. یا چه خوله‌ای قشنگ. آره داشتم اینو میگفتم. مثلا همیشه توی ایران میگفتن آره جنس ترک جنس ترک. من از وقتی اومدم ترکیه میبینم کیفیت همه چی تو ایران خیلی بهتر بود تا اینجا. این قابلمه ها 100 لیر 125 لیر. خوبن. من حس خوبی نسبتی به اینا ندارم. اینا دونه 12.50. اینو چقدر بامزه است. به اینجور مغازه ها میگن ژاپن بازاری. از جون مرغ، از چیه مرغ، از شیر مرغ تا جون آدمیزاد توش پیدا میشه. خیلی بامزن. همه چی دارن. قیمتاش هم ای بدک نیست. چقدر بامزه. چقدر خوشگله. با اینا رو ببین. اینا چقدر خوشگله. چقدر قشنگه برای 7 سین.
واسه حفظیم خیلی چیزای قشنگیه. اینم خوشگله. کارای خونه مونده، من اومدم اینجا به گشت و گذار. ولی 2 تا کاسه میخوام، 2 تا کاسه مثلا واسه سوپ. تو سرویسی که خریدم این شکلیه، مثلا چیزش عمقش چی میگم، 2 تا کاسه گود میخوام برای مثلا سوپ و اینجور چیزا. مثلا اون آبیه رو ببینم چجوری. شبیه ظرف لوسیه. اینا باز خیلی کوچولو هم، ولی خواهی قرمزش رو پیدا کنم برمیدارم. کوچولوه، 25 لیره. یه دارم بریم پایین ببینیم پایین چی داشت. برم بگم شروع میشه بگم küçük yerler var mı? Hadi gel. چقدر جنساش خوبه. 144 لیر. Hareketlerinden hissetmiştim. قشنگه. Gözlerini gördün mü? Tam da 238. o bir insan değil. Oh! Duyduğunuz gibi Leys'le her film çıtırında. من از اینا گردشو از ترندیال خریدم برای تو ارفرایر. این میگه که او 162 تاست. من چه ارزون خریدم، من 40 لیر خریدم تقریبا چند ماه پیش. خب این قسمت که پیچ و مهره و ایناست، اینا به ما نمیخوره. Nazar kalbime akmakta benim sevdası gönlümün اینو چقدر بامزه. akmakta benim 172. Nazar kalbime akmakta benim هم گردو بخرم. نادونه ای 5 لیره. از این مغازه هم مغز گردو خریدم با یه کمی تخم آفتاب گردون. دیگه برم خونه، برم که کلی کار دارم. هنوز چند تا دیوار مونده رنگ کنم، بعد بشینم پرده آشپزخونه رو بدوزم. پرده آشپزخونه خیلی واجبه.
بالاخره یه نفر بدون روسری دیدم. بیشتر زنا با حجابن اینجا. مرسی که با یه ویدئوی دیگه با من همراه بودید. لطفاً لایک و کامنت و سابسکرایب یادتون نره برای حمایت از من. تا یه ویدئوی دیگه، بسم الله.